حضرت گفتند دری خرمی بر سرای ببند که آواز زن از آن برآید بلند. شما همون دری خرمی را، همون دری خیر و برکات بندین وقتی که اگر زنها آواز بلند ناپسندی نسبت های شوهر کردن، قهر الهی بیدار می شود، اون خاندان دیگه برکات نمی بیند. برای من مادرای عزیز، به زندگیتان دلهاتان سوز است، به فرزنداتان دلهاتان سوز است. آخه فرزندا را فردا میبری. امروز جوان مردهای ما فقط دختری باکیره میگیرن، دیگر بیوه ها را سراغ ندارن، دیگر بیوه نمیگیرن، حتی بیوه بی فرزند نمیگیرن. ولی کجا بیوه هایی که فرزند دارین؟ شما فکر میکنین فرزندای شما در زیر گوییم که دست پیاندر گویم و شما پیاندر میگویید